آفرین. خیلی خوب. پس وقتی بهت گفتم باید طلا رو برام بیاری. باشه؟ آفرین. همیشه همینطوری باش. میبینیم منو به چه روزی انداختی؟ آره؟ ارزششو داشت؟ فکر کردی من انداختی تو آب ولی من زنده شدم، دوباره برگشتم. از شر من خلاص شدی؟ نه. ببین چشمم چی شد؟ دیگه به من بده کاری. عمو کمال نکن، تو رو جون پسرت نکن. پسرم دنیا اومد. پدر و پسرت هم جدا کردی. تو چه دختر بی وجدانی هستی؟ عمو کمال نکن، تو رو خدا عمو کمال نکن. این وضع صورتم نگاه کن، من هنوز دلم برات میره. عمو کمال نکن، تو رو خدا نکن. بازم میخوای غرغر کنی؟ عمو کمال نکن. از کارهایی که میکنم خوشت نمیاد ها؟ دلتم به حالم نمیسوزه؟ عمو کمال نکن، عمو کمال تو رو خدا. اینجا ببینم. کمک! ایلول، به هیچ کسی چی نبگی وگرنه بدجوری تو درد سر بیافتی، فهمیدی؟ کمک! ایلولم کن. ایلول چی شد؟ خواب بد دیدم. این در واسه چی بازه؟ گریه نکن عزیزم، منو نگاه کن. تو این در رو باز کردی؟ فرید خانم چیزی نیست ایلول، چیزی نیست. توبراک اومده، نترس عزیزم. چی شد؟ یه نفر رو دیدم، یکم عجیب غریب بود. ایلول با من حرف بزن. کسی سعی کرد بیا تو خونه؟ به من بگو. کسی نیومد تو. با در رو باز کرد، منم ترسیدم، جیغ کشیدم. آخه داشتم کابوس میدیدم. خیلی خوب، بسه دیگه، گریه نکن. آروم باش. الان میرم برات آب میارم. باشه عزیزم. خاک بر سرم. من چطور میتونم این بچه رو خونه تنها بذارم برم بیرون بگردم؟ فریده، تو چطور آدمی هستی؟ خودتو سرزنش نکن، تو که نمیدونستی اینطوری میشه. به نظرت داره راست میگه؟ نمیدونم، ولی از حال و روز اون مردم خوشم نیامد. این دختر یه بلایی سرش اومده.
یعنی تو خونه هم اومد؟ از ترسم به فرید خانم نگفتم. آقا توبراکم رفت بیرون، اما فکر نکنم دیده باشدش. میخواد از ما انتقام بگیره. چیزی نگفت؟ زکی ساغر خانم ترسو باز شروع کرد. طلا ها رو میخواست. خیلی خوب بابا، طلاهاشو بهش میدیم، از زندگیمون گم میشه میره بیرون. اگه نره چی؟ خب بریم به پلیس بگیم. تازه به جرم دزدی پلیس دنبالشه. گفت اگه بریم پیش پلیس همه کاری که کردیم و به پلیس میگه. بابا اگه اون شب با اون سنگ نمیزدی تو سرش چیزی نمونده بود بهت تجاوز کنه. آشغال عوضی پررو تازه طلبکارم هست. تا وقتی اثبات نکنیم کمال زنده است نمیتونیم بریم پیش پلیس. خیلی خوب، وقتی میخوایم طلاها رو بهش بدیم پلیس رو خبر میکنیم، همون موقع دستگیرش میکنن. اینجوری نمیشه؟ بچه‌ها مدرسه‌مون داره دیر میشه، من که دیروزم مدرسه نرفتم. من و ساغر نمیاییم. چرا؟ اصلا به من چه؟ هر کاری دوست دارین بکنین. بیا بریم ایلول. آی مامان چرا آبجی نمیاد خونه؟ مگه آشتی نکردی؟ آروم بگیر، بذار موهاتو درست کنم. بیا اینو بگیر، اینم ببند بهش. برو کفشاتو بپوش. الو. بله خودم هستم. از کمال خبری شده؟ بله چاقو رو من داده بودم. هیچ اثر انگشتی روش نبود. فهمیدم. چرا دسته چاقو رو تمیز کردی؟ چی؟ اون چاقویی که از تو ماشین کمال پیدا شده بود، قبل از اینکه بدی به پلیس دستش رو تمیز کردی؟ نه. الو آبجی فاطیما، میتونی امروز بیای یکم اینجا بمونی؟ نمیشه فردا بری اونجا؟ آره دیگه، تو هم برای خودت کار و زندگی داری. باش، بازم ممنون. بشرا امروز نمیخواد بری مدرسه. برو مواظب برادرت باش. چرا؟ کاری نمیخواد بکنی، فقط پیشش باش. باشه؟ باشه. یه لحظه، چه خبر دخترا؟ گردنبند انداختی؟ آره به نشونه دوستیمون اصلا درش نمیاد. پس بیاین یه سلفی خوب بگیریم که کامل بشه. باشه بیاین. ببینم خوب افتادم یا نه. آره خوبه. دخترا شما بریم، من الان میام. باشه. چرا گردنبند مامانمو دزدیدی؟